سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به یه انرژی خانی دیگه با من. امیدوارم که حال تک تکتون عالی عالی باشه. موضوع امروزمون رو از انرژی خانی قبلی انتخاب کردم، چه کسی مخفیانه به شما فکر میکنه و اگه ازش استقبال بشه بازم از این مدل انرژی خانی ها قرار میدم، ولی یکی دو بار گذاشته بودم چه کسی روتون کراش داره، چه کسی پنهانی به شما فکر میکنه و اونقدر چون استقبال نشد فکر میکنم دیگه این موضوع رو نذارم، یک شات دیگه به این موضوع میدم و بر اساس استقبالی که شما میکنید باز این موضوع رو قرار خواهم داد. برای این موضوع دو تا گزینه داریم: دتکتیو یا کارگاه. گزینه اول. گزینه دومم رهبر. هر کدوم که انرژیش بیشتر جذبتون میکنه انتخاب کنید تا بریم با هم ببینیم که چه کسی همین الان به شما فکر میکنه. خب خیلی خوش اومدین بچه های پایل اول. خیلی انرژی جالبی افتاد. شخصی که بهتون فکر میکنه من حس میکنم که شما رو اولا به خاطر این فکر میکنه که بهتون احساسات رمانتیک داره، احساس نزدیکی داره، یا شخصیه که از قدیم شما رو میشناسه، یعنی ممکنه یکی از اعضای خانواده‌تون یا آشنایانتون باشه که با همدیگه از بچگی رفت آمد داشتید، یا باهاتون احساس صمیمیت میکنه، شما بهش احساس یک آدم امن رو میدید و این به نظرش حس ارزشمندیه که انقدر احساسات معصومانه‌ای نسبت به یه آدم داشته باشی و به خاطر همین نسبت به شما احساسات رمانتیک و لطیفی رو داره تجربه میکنه و به این علته که اصلا داره فکر میکنه. اما شخصیت این آدم چجوریه؟ باید بگم که به نظر من فرد جدیه، یک مقدار ممکنه کم حرف یا درونگرا باشه. شما راجع به این فرد به نظر من خیلی چیزا هست که نمیدونید و یکی از چیزهایی که شما نمیدونید اینه که خیلی این فرد شما رو تحت استاک داره و خیلی داره سعی میکنه که اطلاعات شما رو در بیاره، خیلی زیر نظر داره شما رو و دوست داره که ببینه آیا همونطور که خودش فکر میکنه واقعا شما واسهش میتونید پارتنر مناسبی باشید، شخصیت مناسبی باشید که باش وارد ارتباط میشه و به خاطر همین خیلی داره راجع به شما اطلاعات جمع میکنه. شاید فقط این موضوع هم نیست، یعنی شاید میخواد با شناخت بهتر شما بهترین قدم رو سمت شما برداره. یعنی نمیدونم، مثلا گل رز سفید دوست دارید، گل رز سفید بگیره بیاره براتون یا یه همچین چیزی. یعنی شناخت هم برای اینه که تطابقتون به همدیگه رو متوجه بشه، هم این که عملکرد خودش رو نسبت به شما بهتر کنه برای قدم برداشتن که تاثیر بیشتری روی شما بذاره. و ممکنه 3 وعده طولانی هم باشه که این فرد داره این اطلاعات رو جمع میکنه. آدمی نیست که یهویی یه حرکت ریسکدار بکنه، آدم محتاطیه، محافظه‌کاره و یک ذره من انرژی‌های چیز میگیرم اینجا، پنهانکاری و جاسوسی و این مدل چیزا، یا مثلا پلیس، نمیدونم چرا، هکره، نمیدونم، یا هم که واقعا خیلی به جزئیات دقت میکنه، یعنی خیلی نگاه قوی داره و خیلی به دیتیل ها و جزئیات توجه داره تو آدما. به مطالعه افراد به نظر من انگار علاقه داره، شخصیتی داره که دوست داره راجع به آدما بیشتر بدونه و تو این کاری هم که میکنه به نظر من موفقه. آدم به نظر از دور که میبینید آدمی میاد که آروم، جدی، ثبات داره تو زندگی، به یه جایی رسیده. یعنی من فکر نمی کنم فرد کم سن و سالی باشه، حتی ممکنه حدود 30-40 سالش اینا هم باشه، قد بلندی داره، بعد لاغرندامه، ولی فکر میکنم در پشت پرده یک مقدار چیزای دیگه هم هست، یا شما راجع به این آدم کامل اطلاعات ندارید و انرژی اونه که افتاده، یا کلا این آدم مدلش اینجوریه که یه سری مخفی کاریات داره. اگه اینو شما آقا هستید و برای خانم گوش میدید، احتمال اینکه این خانومی که دارم میگم بازم قد بلند، نسبتا بلندی داشته باشه و موهای بلوندی داشته باشه خیلی بالا هست و میبینم که پوستش سفید باشه. آقایون رو رنگ پوست زیاد چیز خاصی دریافت نکردم راستش، ولی همون قد بلندی دارن،
لاغرندام هستن، خیلی لاغر هستن. خانوم هم لاغره ولی آقایونی که میبینید به نظر من لاغر، خیلی لاغرترن. یعنی خیلی خیلی لاغره بدم نه، ولی نمیخوام اینجا حالا بادی شیمینگ کنم، یعنی متناسبه ولی لاغر، یعنی اینجوری نیستش که باشگاهی طور نیستش. چقدر توصیفش سخت شد یه لحظه. یه چیز خیلی عجیب راجع به قیافه این آدم اینه که انگار که این آدم تحت تاثیر یک اتفاق چهرهش یا یک تیکه از بدنش آسیب دیده. آیا تصادف کرده یا یه حادثه طبیعی واسش اتفاق افتاده، تو خونه شاید آتش سوزی شده، شاید یک نشانه سوختگی یا یک زخمی روی چهره گردنش داره که خیلی اعتماد به نفسش هم میگیره. شاید طی اون حادثه کسانی رو هم حتی از دست داده باشه. یک چیزی راجع به ظاهرش هست که طی یک حادثه‌ای پیش اومده. شاید حتی مدل راه رفتنش هم باشه، یعنی وقتی خیلی کوچیک بوده شاید اتفاقی افتاده و روی راه رفتنش تاثیر گذاشته. این حتی شاید تکلمش باشه، شاید تحت تاثیر یه اضطرابی هنوزم مثلا موقع تکلم چی میگفتن اسمشو، یک ذره مشکل داره برای بیان کلمات و از این بابت یک ذره اعتماد به نفسش دچار مشکل میشه و رنج میکشه. یعنی شاید این مخفی کاری ها به خاطر اینه که شاید اعتماد به نفس کافی روبرو شدن با شما را نداره. ممکنه که هم فرهنگ شما نباشه، از یه شهر دیگه‌ای پیش شما اومده باشه یا طی یک مسافرت یا یک جابجایی با این آدم آشنا شده باشید. پرتکاپو این آدم، من حس میکنم دستاشو تکون میده، حرکت زیاد میکنه یا کارش مربوط به کاریه که مجبوره که جابجایی زیادی داشته باشه. این شخص ممکنه 2 تا دندون جلوش یک مقدار بزرگتر از بقیه دندوناش باشه به خاطر انرژی سیاره ژوپیتر و همینطور سیاره ژوپیتر یک ذره پاها رو باعث میشه که کشیده تر باشه، یعنی پاهای کشیده ممکنه این شخص داشته باشه. کارت تمپرنس افتاد برای جایی که آشنا شده، یعنی واقعا ممکنه که شما در مسافرت یا وقتی که برای استراحت و خوشگذروندن به یه جایی مراجعه کردن، و خوشگذروندن نه مثل پارتی و اینجور چیزا، یه جایی که انگار رفتید ریلکس کنید، ممکنه با این فرد مواجه شده باشید یا برای اینکه از لحاظ روانی حالتون بهتر بشه یه کاری رو انجام دادید رو و این شخص رو دیدید. یعنی حتی ممکنه که کلینیک روانشناسی رفته باشید، نمیدونم جاهای اینجوری که برای تمدید اعصاب آدم ممکنه یه کاری رو انجام بده. یا به این قصد رفته باشید، یعنی مثلا رفتید داخل یه کتاب فروشی، گفتید میخوام مثلا یه کتابی بگیرم که ریلکس کنم، بعد نیتتون این بوده که یه کاری مثلا یه کتابی بگیرید، یه چیزی مثلا بخورید و اینا که مثلا حالتون بهتر بشه. این فرد اونجا بوده. میخوام محیطش رو بیشتر ببینم که از کجا ممکنه آشنایی داشته باشی. 3. ارتباطات و دوستان، اتفاقای روزمره‌ای که ممکنه بیفته، جمع‌های دوستانه، آشنایان اینا. و عقرب، آیا بین شما یک ذره دچار مشکل شده؟ یعنی دوستی بوده که از دست دادین یا جزو اکیپ دوستاتون بوده یا فامیلیه که دیگه باش رفت آمد نمی کنید؟ و اورانوس افتاد، عقرب افتاد و خانه 3. یا شخصیه که وقتی که این شخص کلا یک مقدار به خاطر شاید اعتماد به نفسش یا مشکلاتی که به خاطر اتفاق بدی که تو زندگیش افتاده تجربه کرده، یکم خودشو از آدما عقب میکشه، یعنی کم حرفتره یا نظرشو زیاد نمیگه، میل داره که تنها باشه بیشتر و شاید به طور ناگهانی
شما رو در دایره ارتباطی خودش دیده و خیلی خوشش اومده. این ممکنه باشه یه مثالش. این از طریق ارتباطاتش به طور ناگهانی با شما آشنا شده، یا هم اینکه شما یک ارتباطی داشتید که به طور ناگهانی قطع شده و از اونجا میشناسیدش. ولی این با کارت تمپرنس اصلا ربطی نداره. یه لحظه اجازه بدید. یه جایی که یه بده بوده، برای یه کاری میرید که یک خدمتی دریافت کنید و این خدمت برای اینه که حال دلتون بهتر بشه، ریلکس کنید، یک ذره راحت بشید انگار. و شاید این انرژی شما بوده که تنها بودید، انگار شاید در دنیای خودتون بودید، زیاد متمرکز نبودید به این آدم و این آدم انگار شاید اونجا کار میکرده و داخل ارتباطات روزمره‌ای که داره، خب تصادفاً شما رفتید اونجا و شما رو دیده و به طور ناگهانی از شما خوشش اومده. یا هم در همچین محیطی وقتی با هم دیگه کار میکردید از شما خوشش اومده بوده، اما ارتباطتون به طور ناگهانی قطع شده. شاید شما از اون محل کار در اومدید، ایشون از این کار در اومده و ارتباط قطع شده و به شما داره فکر میکنه. شاید بعد مدت‌ها حتی به یاد شما افتاده باشه و دنبال اینه که اطلاعات در بیاره که چی شده، کجا هستین، با کی هستین، چه هدفی تو زندگیت داری، اگه مثلا میتونه الان به شما نزدیک بشه. نکته دیگه اینجا نمیبینم، فقط اینکه این آدم خیلی محتاطه و ممکنه خیلی این عمل کردش یواش باشه، چون هم به خاطر اون زخمی که داره و اعتماد به نفس، منظورم زخم درونی، منظورم ظاهرش نیست، هم به خاطر اینکه کلا آدم محافظه کاریه. خیلی من انرژی شهریور ماهیا رو گرفتم، وایب شهریور خیلی زیاده. این کارت مجیشن رو معمولا توی حالت کلاسیک میگن که با سیاره مرکوری عطارد بود، درسته، در ارتباطه و شهریور رو خورداده. ولی من خیلی وایب بهمن رو میگیرم از کارت مجیشن، همیشه هم بهمن تحلیلش کردم و واقعا خیلی از انرژی خانم اینو بهمن تحلیل میکنن. ولی با ترکیبش با این کارت و این کارت که شهریوری هم خیلی حالت وسواس طور اطلاعات رو بررسی میکنن و به جزئیات توجه میکنن، خیلی انرژی شهریور گرفتم. خردادم ممکنه باشه. میخواید اینم براتون بندازم ببینید اینجا اطلاعات بیشتری بهمون میده. 3 بار میندازم، نمیدونم چرا اسکم 3 بار بندازم. خب مهر، خرداد که گفتیم و آبان ممکنه باشه این شخص. خب بچه امیدوارم که از این انرژی خانی لذت برده باشید. بریم با گروه دوم ادامه بدیم. خب خیلی خوش اومدید بچه های گروه دوم. بچه این شخصی که بهتون فکر میکنه احتمالا قبلا با هم دیگه ارتباط احساسی داشتید، دوستی داشتید که به هم خورده تموم شده و این آدم با ناراحتی انگار از شما داره یاد میکنه و حالا الان به جزئیات میپردازیم که شخصیتش چطوریه، ظاهرش چطوری و اینا که شما بهتر بتونید تشخیصش بدید. اولا که من فکر میکنم این آدمم باز کم سن نیست، با اینکه خیلی شور و اشتیاق برای زندگی داره، یعنی هر کاریو شروع میکنه من فکر میکنم مثل بچه ها خیلی واسه ذوق داره و خیلی با دقت و با مسئولیت پذیری یک کار رو بر عهده میگیره و انجام میده و دوست داره که خیلی کارش تمیز و مرتب باشه، هر کاری که هست و با شوق هم انجام میده، راجبش خیلی تحقیق میکنه، اطلاعات جمع میکنه و ممکنه آدم پرحرفی هم باشه. کلا
سفر رفتن و اینجور چیزا رو ممکنه خوشش بیاد. خیلی میگم شور زندگی داره، زندگی کردن رو واقعا دوست داره. توی کاری که هست کارش ممکنه کار دولتی باشه، کار مربوط به کارهای اداری و قانونی باشه و فرد کم سنی نیست و تو حوزه‌ای که کار میکنه یک حالت مدیریتی به نظر من داره. رئیس یک شرکتی ممکنه باشه، یک کار مدیریتی داره کلا. افراد دیگه زیر دستش کار میکنن، الان تو کارش متخصص‌تر شده. بخاطر من احتمال میدم که سنش باید از یه حدی بالاتر باشه که بتونه که یک حالت مدیر طور داشته باشه، ولی خب نه لزوما. بعضی هم واقعا انقدر آدمای توانمند و با استعدادی هستن، ممکنه مثلا 27 28 سالشون هم باشه ولی حالت یه کارشون مربوط به ریاست و اینطور داستانا باشه. ام، به خاطر این به یاد شماست که انگار شما این فرد رو با سردی و جدیت رد کردین و این آدم هم انگار انقدر بهش برخورده دیگه، انگار دنبال شما نیفتاده که سعی بیشتری بکنه. یعنی شما هم انگار غرور به خرج دادید همین آدم و خیلی ناراحته از بابت این موضوع. با یک دلتنگی و ناراحتی به گذشته نگاه میکنه و یه حسرت که اگه مثلا شاید اگه غرور کمتری به خرج میدادم و قدم برمیداشتم شاید جریان خیلی متفاوت میشد و شاید اگه اونم یک ذره یادم من هنگه افتادم که میگه چی میشد زندگی ما یه شب عوض میشد، میرسیدیم به هم و چیزی که خواستیم و نشد، مثلا چشمای تو آبی و مهربون میشد، حرف عشق من تو صحبت این و اون میشد. یعنی انگار یک حسرتی راجع به ارتباط شما در ذهنش مونده یا ارتباط شما خیلی شاید عمیق نشده بوده و تموم شده به خاطر همین حالت مغرور جفتتون. یا میگه یک ارتباطی بوده ولی انگار که یک بحث و دعوایی سر اگو و غرور بوده و دوست داشتین جفتتون که حرف خودتون برو داشته باشه، اون یکی حرف شنوی داشته باشه ولی نشده. من حس میکنم حتی اگه این فرد سنش بالاست، سنش باید به سن شما نزدیک باشه. یعنی شما اگه 30 سالتونه، این فردم باید 31 32 سالش باشه، یه مقدار از شما بزرگتره. به خاطرم اگه شما خیلی الان کم سن هستید، 18 19 سالتونه و اینو دارید گوش میدید، شاید کاملا باهاتون تطابق نداشته باشه. یا هم به این نشون میده که شما خیلی آدم مستقل و پخته ای هستید حتی اگه کم سنید و این شخص خیلی تحت تاثیر قدرت شما قرار گرفته، ولی انگار یک ذره زبان شما ممکنه تند یا سرد باشه که باعث شده قلب این شخص یخ بزنه و اگر الانم داره درباره شما مثلا فکر میکنه با حسرت، با ناراحتی و با غم و شاید حتی به خاطر کارتای شمشیری که اینجا افتاده سعی کرده باشه از موقعیتی که الان تو زندگی داره استفاده کنه تا راجع به شما اطلاعات در بیاره که ببینه کجای چی کار میکنه، اقدامی نخواهد کرد. هنوزم مغروره. یعنی تو ذهن شاید دوره کنه که کاش اینجوری میکردیم، کاش اینجوری میشدیم، ولی شاید حالا موقعیت شما جوریه که نمیخواد اقدامی کنه یا هر چی که هست فعلا قصد نداره کاری کنه و همینطور خودش رو محکم نگه داشته و تصمیم داره که فقط قصه بخوره. این فرد خیلی اشتیاق داره به زندگی ولی شاید نگاه این فرد یک نگاهیه که عمیق و غمگین طوره. یعنی انگار که با اینکه انرژی خودش رو بالا نشون میده ولی میشه حس کرد آدمی که سختی های زیادی کشیده و ناراحتی های زیادی داشته. من حدوداً فکر کنم پیش دانشگاهی که بودم یه استادی داشتیم، همه بچه ها فکر میکردن که خیلی کم سن باشه، بعد ولی من میگفتم نه به نظر من 35 36 سالو داره. بعد میگفتن نه خیلی کوچیک نشون میده و اینا. بعد ازشون پرسیدن گفت من 35 سالمه. بعد خیلی تعجب کرده بودن، گفتم تو از کجا حدس زدی؟ گفتم وقتی که متمرکز میشه روی مسئله، ما داریم مثلا مسئله حل میکنیم، یه کاری میکنیم، به میز که مثلا خیره میشه یک نگاه خیلی پخته و عمیقی داره و غمگینه یک مقدار. من فکر نمی کنم یکی که خیلی کم سن باشه این همه غمگین و متفکر نگاه کنه. یعنی من فکر میکنم که
این آدم یا صورت جوانی داره، بیبی فیسه، یا هم این که خیلی پر انرژی و شاد نشون میده، ولی آدم متفکری، آدمیه که یک مقدار قصه خورم هست، شاید حتی قدرت کنترل خیلی از جریانات هم داشته، ولی ترجیح میده که بقیه رو سرزنش کنه، یه ذره بقیه رو مقصر بدونه به خاطر بعضی چیزا. و یک مسئله راجع به نگاه این فرد هست. چهره مهربانی هم ممکنه داشته باشه این فرد، چهره‌ای که حالت نجیبی داره. شاید ترجیح این آدم این باشه که لباسای تیره تر هم بپوشه، چون هم تو کارت رهبر لباس این شخص تیره است و هم کلا کارت هایی که برای ظاهرش کشیدم این تم بیشتر بهش میخوره که ترجیحش این باشه که لباسای تیره و ساده بپوشه. آدم ساده و شیکیه و من حس میکنم خیلی با هیجان حرف میزنه، شوخی ممکنه زیاد بکنه، ولی در کل آدم با وقاریه. خیلی هم مغروره. راستشو بخوای این شخص هم یکم محافظه کار، ولی محافظه کاریش با بچه های سری اول فرق داره. برای اینکه ببینیم که این شخص شما رو از کجا میشناسه، دوباره تاسامو میندازم اینجا. دیدم که یه رابطه‌ای بوده که تمام شده، ولی دوست دارم تاسم بندازم که بهمون اطلاعات دقیق تر بده. بله، کارت 6 روزمرگی، خدماتی که در روز انجام میدیم، کارهایی که انجام میدیم، مسئولیت‌های ما رو نشون میده. یه لحظه ولی بذارید کنترل کنم که اشتباه نگم. بله درست کنم. ببخشید بچه، این نمیدونم چرا خانه 6 من با یه زاویه دارم، میشه فعالیت های مربوط به خانه 6 رو فراموش میکنم. همون واقعا محیط های کاری رو نشون میده، روزمرگی، خدمت رسانی، کارهایی که انجام میدیم که وظیفمونه رو انجام میده، تعهداتی که داریم نشونش. پس شاید شما با این فرد توی یه محیط کاری بودید، شاید رابطه رمانتیکی نبوده و شاید این اتفاق خیلی در گذشته نزدیک افتاده و این آدم به خاطر همین داره به شما فکر میکنه. شاید رئیس شما بوده، با شما با قلدری حرف زده، یک ذره از بالا با پایین با شما صحبت کرده و تنشی بین شما ایجاد شده، شما از خودتون دفاع کردید و گذاشتید رفتید و این فردم شاید دیگه معذرت‌خواهی هم حتی نکرده و به خاطر این الان ناراحته. یک بحثی انگار بینتون پیش اومده. اولش هم فکر میکنم که این فرد شما رو فرد خیلی روشن و قابل توجهی به نظرش اومد، آدم پر از پتانسیل و با انرژی، ولی بعد بینتون درگیری پیش اومده، چون که آدم مغروریه و دوست نداره یکی از خودش بهتر عمل کنه. خیلی جالب بود به نظرم. این فرد ممکنه متولد فروردین باشه، چون این کارت رهبر من یاد کارت ایمپرر میندازه که فروردینه. با اینکه 8 سکه افتاد، انرژی بچه های خاک رو نگرفتم، بیشتر انگار اشاره داره که محیط کاری بوده. 3 بار حالا تاس میندازم ببینیم که چه ماهایی ممکنه در بیاد برای این شخص. چه جالب، دور ترازو افتاد. پس اقدامی هم نمیکنه، یعنی فکر نمی‌کنم برگرده بیا معذرت میخوام فلانی حق با تو بود بیا برگرد سر کار. چرا 2 بار ترازو افتاد؟ عنصر هوا رو کلا در نظر داشته باشید. 4 بار میندازم چون 2 بار ترازو افتاد. بالاخره باز میخواست ترازو بیاد، ولی اینم که اسفنده. اسفند و
شهریور ممکنه باشه این آدم. خب مرسی که با من همراه بودید. امیدوارم که از ریدینگ لذت برده باشید. اگه دوست داشتید از انرژی خانی حمایت کنید که من بدونم، چون با توجه به این که ببینم که کدوم ویدیوها بیشتر بازخورد میگیره و یه ذره هم سلیقه شخصی البته بعضی وقتا، چون دوستم چیزای متفاوت هم گفتم بهتون امتحان کنم پیش میرم، بنابراین برام مهمه بازخورد شما. مرسی با من همراه بودید. امیدوارم در انرژی خانی‌های بعدی هم ببینمتون. فعلا خدا نگهدار.